نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنیا سنا وسقى. تو کسی تا بال پیدا نشده که یک نفر آجی صاحب بگه که من ماش استادم میتونم. بازنال کلگی میگه که اوه بیادری تا سعی که 10 نفر اینجا کار میکنه نصف ماش هر کدام شکی بزنه برش بای چقدر میشه چقدر میمانه. سبحان الله کس نه صاحب یا از یهود ماش میگیرن از نصارا میگیرن پروژه میگیرن صاحب. اما باز خدا کشه که صحیح گونی دخترکش صبح سرخی سفیده مینی جوب طرف ناتو روان است. باز ما باش میم سلام صاحب خوب هستی آجی صاحب جانت جور است انشالله ناتو خیلا دوستای ناتویی. باز ما بسیاری وقت از زبان خود میترسیم کسر چیزه نمیگم یگان تا که من چیز میگم یعنی تو هر چیز میگم من صبر میکنم خب اگه باز زبان من تور دادم باز وضعیتت خراب میشه. خودش ماشش حرام دختراش به حجاب غلام روس غلام امریکا غلام اسرائیل چاپلوس. ما خب الحمدلله نمیاد اگه یک 400 CD ما داشته باشم دم یک CD مگه یافتی که من یک یهود یا نصارا را یا امریکایی را یا غلام امریکایی را توصیف کرده باشم بیا مرا بگو. دمی 13 سال که هستیم ما در جمله چی هستیم روز آجی برای علامت یک جای میرفتیم دمی یک هتل هم رفتیم صاحب ما را خواستن که بیاین اینجا صحبت بکنیم دیدیم که یک 40 نفر آمده آجی برای گفت بریم گفتش که ما شما غرباسیم نمی هتل بر ما شما نوبت نمیرسه. او یک نفر خبر که بود یک 39 نفر رو کت خود آورده بود بعد که وقت اونجا جهر کرده بودن فکر میکنه والا چی است دیگه. گپ سر ازی است که امتحان ضعف معنویت است. اگر شما برای چون مردم اکثرا مادی هستن وقتی که شما یک کار به خاطر رضایت الله میکنین مثلا نمیشه شما را کی چیز میده چون حال در امیر مجلس که بیری نان چاش وادم میتید یگان گلاس شربتی که پا هست با چند قوات بر یگان کیک میککی که پا میرسه نمیرسه و در پالوی عزیز برات میگه ترانسپورت هم است نان هم است کباب هم است خوردنی هم است. اینال کلگی ده اون مجلس ها میره. اینال یک تعداد جوانایی را که اینجا میگه که بیچاره بسیارشان من میبینم سبحان الله بعضی جوان است که بسیاری وقتا من تیر میشم خجالت میکشم در موتر جای نمی باشه دیگه که تیر میشیم یک دفعه سهل میگم که جوانا مثلا از این طرف سرای شمالی پای پیاده میرن و بسیاری جوانا را میبینم مثلا از سیدوی کارتی پران موتران سیازی را میبینم کم تو جوانا دمی کوچا میرن و اینجا هم که به غیر از اینکه به خاطر رضایت الله و دین الله را بفهمه دیگه هیچ چیز نیست. تاول نه ما بر از اینا کدام یک گلاس چای دادیم یا نه برشان یک گلاس شربت دادیم و او تواناییش کاش که میداشتم دیگه الله بر ما پیسه میداد برای کلتان نمت خوب چیز می آوردم برای کلتان یک گلاس که میخوردن یا ترانسپورت حداقل ما هیچ چیز نداریم بیچاره بسیارشان پای پیاده می. این حال وقتی که این کسایی که پیاده میآیند و در سمع خانه اینجا میآیند باز که پیش از یا بشین میگن نه یا هر کدام از یارا $500 یهود ماش میده بر پدر از یهود این چی یهود خوبه یهودای سابق مسلمان ها را میکشتن. یهودی های اصل ما قلقس است که درس قرآن بتید بیاید درس عقیده بشینید تا چی میده $500 ماش میده. از این خاطر هیچ وقت به این گپا متاثر آدم نشه. چرا؟ باز کی از یهود ماش میخوره کی از نصارا ماش میخوره ان شاء الله تعالی در روز قیامت چی میشه؟ از هر کس میگه مال هذا الكتاب این چه قسم دفتر است لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احسن. به امریکایی که می سلام هم دادیم گرفته که بر روز که گفتیم کاکدیلا تواریشه او هم اومده کاکدیلا خرشو اویش هم ذکر است اما تو بر روسی برش که صاحب جاسوسی کردیم او هم است. ای که بردیم چی گفت استاد دایی امروز؟ والا استاد دایی امروز اول یک فکایی گفت بازم و بادار اخت پیش میکنه خب اولش فکایی باز دیگه چی گفت اسامه ابن لادن رحمت الله علیه خب رحمت الله علیه خود دیگه چی گفت مولا مادمر شهید است خب مولا مادمر شهید است ایران بگو دیگه چی هست مولا مادخترم گفت شهید است خب ایران دو شک و تق استاد چی میگی آلیا شهید هستن چرا وقتی که در یک مملکت امریکایی شهید شود آزادی است دیگه دموکراسی است. وقتی که دموکراسی است وقتی که امریکا در یک مملکت شهید میته
روس این مملکت شهید میشه. نجیب و کارمل و ترکی و جنرال روسی که بر روس سلامی میزد این شهید میشه و افتخار میکنه. چیز نه دیگه از این خاطر هفتم الله صاحب خیلی دیگه اگر آزادی است خب ما یک 4 تا ما میتونیم که شهید بسازیم. شما بس قواعد ناتو را شهادت میدین باز ما میگه به چی تر میکنیم میفهمیم که اصلا چی است. اصلا ضعف معنویت پایین است دیگه. حال وقتی که ضعف معنویت پایین است اگر تو به خاطر رضایت الله یک کار میکنی اکثر مردم ایره نمیپذیره هیچ نمیپذیره میگه نه بابا این کارها را که نمیکنن این دعوتی که نمیکنن این خاطر چیز نیست مفت نیست. یک روز هم یکی از شاگردای ما کامپیوتر ما رو برده بود کامپیوتر اینجا یک توته روز یک توته بود یکی زنگش مفت خود اکسپایرش دادن میره نه از اینجای سیدیش شدن. بازی پدرش باش گفته که استادای $5,000 از امریکایی معاش داره. بازی گفته پدر جان نه کسی که $5,000 از امریکایی معاش داشته باشه اما یک کامپیوتره که $2,000 میخره که بازی کمرت بزنه زورتون بدن. خوبی جا صاحب تق و تق است مقصد گزاری خودم میکنه. گپ سر چیست؟ این گپ اجازی ما رو زور میته یا نمیته؟ میگن نه. چرا زور نمیته؟ باز مرد که یگان کس میگه من میگم بیادر این گپا رو خشوریدیم کال از این گوش ما میره از این گوش. چرا؟ ضعف معنویت است. چون این نفر لذتی که انسان مؤمن در معنویت میبره ای که تو کت خالقت ارتباط داری به خالقت رکوع میکنی و سجده میکنی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک مشکل پیدا برشان میشه بریم نماز بخوانیم. وقتی که نماز میخوان مستقیما کت خالق خود گپ میزنه. وقتی قرآن میخونه کلمات قرآن ایره خطاب میکنه. پس این لذتی که در معنویت میبره این لذت واقعا بلندتر است از اون لذت های مادی و پیسی که تو میگیری و دو لذت نیست. دو لذت نیست. و ما ایرم تجربه کردیم که لذت مزد دو چیزا نیست. لذت خود نیست و نیست. وضعیت از گمش که آدم قصه کنه بازگرد زیاد میشه. به هر صورت یکی از امتحاناتی که وجود داره که شما وقتی که قدمایتان به خاطر رضایت الله میگذارین چون اکثریت قدمهای خود به خاطر دنیا و ملذات و شهوات و خواسته های دنیایی میگذارن همین معنویت شما را نمیپذیره. نه برادر تو چطور این روز جمعه چی سگای سونجا هر سگ از کلش گواره کتک آدم ها را سیل کنی که چی لباس های پوشیدن پاچا را تازانو برزده که تو فکر میکنی این نه صاحب دیگه صاحب مردم ها را سعی کنی اونا بازی که سعی کنی الا سگ فلانی باز یکان دفعه الا سگ دگروال باز یکان دفعه حس میکنه الا دگروال الا سگ جنرال باز میگه الا جنرال صاحب الا سگ خان صاحب باز میگه الا خان صاحب خان بگی او خان صاحب از که بسیار مست شده یک وقت میبینه که از یمی خان از یمی کلان که اینجا شیشه از اون صاحب خودش سگ جور کردن. آنا مردم جمعه به خاطر چیز جوان چطور اینجا آمده و فیلم ها را سعی که و سینما را سعی که و فلان را سعی که این چطور میانده درس میشینه پیش از اینا این سبحان الله.